سلام بچه‌ها، چطوری؟ آقا امروز اومدیم این خوراکی هستن که میریزن تو همین چی میگن نوشابه، بعد فشار میدن میاد بالا، خوشمزه است. آقا همون اول نوشابه پاستیل میخوام. من پاستیل نوشابه خریدم. میریزیم توی ظرف نوشابه‌مون رو هر جا خواست، بعد زیرش روشن میکنیم تا جوش بیاد. پاستیلمون هم حالا من اینقدر ریختم. الان جوش نیومده، خب اما الان که دیگه این جوش حباب در اومد آروم آروم میریز. بچه اینجا رو ببین، الان رنگش عادیه، درسته؟ ببین الان همه رو میریزم چی میشه. حاجی بذار تو هم بزن، ناخن تو هم بزن اصلا قهوه‌ای میشه. یعنی ببین من با چشمم ذوب شد، اصلا همه پاستیلا ذوب شدن. بعد اونجا هم میزنیم، باید انقدر هم بزنیم تا اصلا هیچ پاستیلی نمونه. این پاستیلا رو ببین که چی شدن. ببین انقدر جوش باشه که ببین اصلا آب شد پاستیل تو همین قاشق. ای باید اینجوری بچه‌ها هم بزنید، انقدر هم بزنید تا کار در بیاد. بچه‌ها لایک و ساب یادتون نره. اگه خواستین چیزای دیگه هم درست کنم تو کامنت ها بگید. اگه هر چیزی که در توانم بوده بتونستم درست کنم حتما براتون درست میذارم ویدیوشو. بچه‌ها لطفا ساب کنید، من یه حمایت کنید. من هم کلا کانال من همه چی از گیم و میم و همه چی میذاریم بچه، اما بیشتر ولاگ و زنده مثلا کار روزمره، فیلم و اینا با گیم کالاف. حالا هر گیمی میزنم، زمان کراف میذارم، کالاف، حالا بازار دیگه هم فعلا ویدیوهاشو گرفتم و در حال ادیته بچه تو پخشه. آقا ما اینجا کلی داشتیم هم میزدیم، بعد دیدم گاز زیرش کمه، گفتم حالا بذار یکم اینجا قشنگ دیدم بگم بذار یکم کامل کارو بگیرم. بعد گازو زیاد کردم، دیدیم گازو زیاد کردم قشنگ جوش بیاد قشنگ. باز اینجوری هم گفتم یه وقت پاستیل نمونده باشه توش. آجی امیدوارم بشه. خب و بچه انگار باید 24 ساعت بذارید فریزر. حالا ما 24 ساعت بذاریم فریزر. آجی خیلی دوست دارم این کار انجام بشه. اینجا شده یکم زیرشو زیاد کنم اینجوری شه، اینا برای یکم قلقل کرد وای میسیم تا بعدش. آقا بعد سرد شد میریزین توی یه دونه بو همون بوتل نوشابهمون و بعد به مدت 24 ساعت باید بذارین توی فریزر. حالا ما بذاریم. اوکی بچه‌ها، آقا من اصلا دیگه 24 ساعتش نکردم، کشیدنش بیرون و یکم گذاشتم تو آب جوش. یعنی یه لیوان ریختم و اینم گذاشتم توش یکم آب شه. اینا اصلا نیم ساعت 40 دقیقه بیرون بود. من ساعت دیشب ساعت 9 گذاشتم، بعد ساعت من بیجان 1 برداشتم. تقریبا میشه چقدر میشه؟ نه 11 13 14 15 16 17 نزدیک یا 10 ساعت 11 ساعت شد. بچه الان هنوزم آب نشد. کنید باید 2 دسته فشار بدی بیاد بالا. اوکی پس لیتس گو. آقا این چیز اینجوری شو داره میاد. لیتس گو. خیلی خوشمزه است. بیشتر مزه پاستیلشه. بشه من پاستیل زیاد ریختم. مثلا اوجی خوبا دیدی ایمنید اینجوری بچه خیلی چستید. خوبه، خیلی خوشمزه است، عالیه. تا ویدیو بعد فعلا.